وقتی توی شهر بزرگ راه میریم صداهای مختلفی به گوشمون میرسه. صدای اتومبیل‌ها، صدای آبرا، صدای پرنده‌ها و شاید صدای باد. بله، صدای باد. صدایی که گاهی وقتها فقط یک صدای صرف نیست، بلکه یک موسیقیه. اسم این اثر هنری ایولسه. یه ساز بزرگ که نوازندش باده. بر سر استوانه‌های این ساز سیم‌هایی وصل شده و وقتی که باد به اونها میخوره سیم‌ها به لرزش در میان. لرزش و صدای ایجاد شده از طریق استوانه‌ها به قسمت طاق‌مانند ساز منتقل میشه و اگه اون زیر ایستاده باشین صدا رو میشنوید. در روزهایی که باد زیادی میوزه به راحتی میشه صدای این ساز رو شنید. صدایی فراگیر و عجیب با فرکانس پایین. لوک همچنین با استفاده از استوانه‌های صیقلی داده شده و نور آفتاب جلوه ویژه‌ای رو هم برای تماشا خلق کرده. ایولس حاصل تحقیق چند ساله لوک در مورد باد، معماری، آکوستیک صدا و نوره. اما ایده این اثر هنری از مساجد و قنات‌های ایران گرفته شده. مسجد امام اصفهان، مسجدی با معماری زیبا و آکوستیکی فوق‌العاده. گفته میشه در این مسجد اگر در این نقطه خاص صدای ایجاد بشه 7 مرتبه تکرار میشه. گردشگران ایرانی و خارجی هنگام بازدید از این مسجد سعی میکنن به طرق مختلف این ویژگی رو امتحان کنن. لوک در سفری که در سال 2007 به ایران داشت از این مسجد و همچنین مساجد دیگه اصفهان بازدید میکنه و آکوستیک اونها رو بررسی میکنه. اما این تنها جایی نبود که لوک آکوستیک فوق‌العاده صدا رو شنید. مکان دیگه اینجا بود. لوک از تالار موسیقی کاخ عالیقاپو هم دیدن کرد. تالاری که دیوارهاش پر از کنده‌کاری‌هایی به شکل سازهای موسیقیه. معماری که از اکوی صدا جلوگیری میکنه و به بهتر شنیدن موسیقی کمک میکنه. اما لوک از اصفهان به یزد رفت و در اونجا با یکی دیگه از عجایب آکوستیک جهان آشنا شد. قنات، سیستم آب زیرزمینی که از زمانهای بسیار قدیم در مناطق کویری ایران ایجاد شده. توی یزد کسایی هستن که با یک کلنگ میرن توی کویر روی زمین یه دایره میکشن و شروع به کندن میکنن. اونا چاهای به عمق 200 تا 300 متر میکنن. یکی از اون قنات‌کن‌ها به من گفت که بعضی وقتا که داره اون پایین کار میکنه باز شروع به آواز خوندن میکنه. شنیدن این حرف این ایده رو به من داد که سازی رو بسازم و از این ویژگی توش استفاده کنم. لوک از ایران به بریتانیا و شهر بریستول برمیگرده و بر اساس اون چی که از سفر به ایران آموخته بوده شروع به ساخت ایولس میکنه. ایولس یه ساز بادی از خانواده چنگ ایولینه. یک ساز ساده که از یک جعبه صدا و چند سیم تشکیل شده. مردم بریتانیا در زمان حکومت ملکه ویکتوریا این ساز رو جلوی پنجره هاشون قرار میدادن تا موسیقی باد رو بشنون. این ساز فقط به عنوان یک ساز خانگی باقی نموند. نوازندگان و آهنگسازان از این ساز ساده در کارهاشون الهام گرفتند. به عنوان مثال فردریک شوپن، نوازنده پیانو و آهنگساز مشهور لهستانی، قطعه‌ای برای پیانو نوشت و در اون از تکنیک‌های چنگ بادی استفاده کرد. چنگ بادی به موسیقی مدرن هم راه پیدا کرد. جنگر برک، نوازنده ساکسیفون نروژی، در آلبوم خودش به نام دیسک که در سال 1972 منتشر شد، از ایولین هارپ به عنوان صدای پس زمینه استفاده کرد. زمان زیادی از ساخت و استفاده چنگ ایولین در بریتانیا میگذره و دیگه به ندرت میشه اونها رو پیدا کرد. ایولس در شهرهای مختلف بریتانیا
از جمله بریستول و لندن به نمایش گذاشته شده. اما لوک به دنبال خونه ثابتی برای این اثر هنری می‌گرده. من دنبال یه جای دائمی برای این سازم. دوست دارم که این اثر هنری به ایران برده شه. جایی که ایده اولیه ساختش از اونجا گرفته شده. منم امیدوارم که به ایران بره. ممنونم.